دوستان سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این جلسه به شما آموزش میدم چطور بتونید با یک کلیک فضای درایو سی تون رو مقداری خالی کنید. فقط کافیه دکمه ویندوز رو بزنید و تایپ کنید دیسک کلین اپ و سپس درایو سی رو انتخاب کرده و بعد از اون شما یک لیستی از فایل ها رو میبینید. در اینجا تمپرری فایل ها و ریسایکل بین و تایمنیل رو انتخاب کنید. فقط مراقب باشید که گزینه دانلود رو نزنید اگر فایل مهمی اونجا دارید و الا در اون قسمت هم فایلاتون حذف خواهد شد. و بعد از اون روی اوکی کلیک کرده و دیلیت فایلز رو بزنید. چند ثانیه منتظر بمونید تا تمام بشه. خب در اینجا تموم شد. شما همین الان مقدار زیادی فضا رو آزاد کردین. خب حالا من چون اخیراً این کار رو انجام دادم فقط حدود 300 مگ اینجا آزاد شد، ولی اگه شما قبلا این کار رو انجام ندید قطعا فضای خیلی بیشتری رو آزاد خواهید کرد. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و کانال من رو خوشحال میشم سابسکرایب کنید